لالا همین پیار من شما زده ما موتور با موتور نه سرک سکل فنی تو بس تگه دیروز چرا بجستی براره من این تبسته نه دستان خوبه کار خوبی کن میگی دیرو چی مال میده دیرو پیشین بعد چاش من برو جو سر کارم اگه بعد چاش میینجی بیرون درست کاکا جو خور به زود در نازی همی پیار من بزدی و بجستی کار خوبی نیه کار خوبی نیه اگه شاهد داری دیگه داری انا می پیار من دروغ میگه تو رو چیز بدی که مر بزدی اصلا نخور کاکا جو تو حال چری بم کلوخی رفته باشم برار جو به می سراغ اسیا کلوخی این سراغ اسیا کلوخی یک سال میشه رفته باشم من کار دارم من کاکا جیگر امین من بر تو من بگم که تو به خاطر می یک سکیلی چری بجستی یعنی یک کلم به تو بگم نه آدم نیام که بجم میام تو رو کاسر ایشتن هرچی سری برو چی نجستم که دست خوب رو قرآن میکنم که اگه من پیاد دیده باشم اصلا فایده نداره منطقه تاشون قسم میخوره چی فایده داره کاکا دلیلی جیگر داره برو برای زد من میتونم سکیل چپا شد ما زدم و بجستی سکیلی چپا نشده میتونه من یاد دیده باشم پیار تو من به سراغ بابا همین بود اگه همینه ولای کسی باشه دیگه من میفهمم دیگه مخلوق هم میشناسم کاکا جیگر میگم یک چیز دیگه ما بگو پیار بگو همین آدم که تو بزدی حداقل چرا بم دعاخونه شفاخونه جامعه نرسیدی یعنی ما تو مسلمانیم کلمه میگیم اگه بزده باشم من مسلمان نباشم پیش ادی رفته دیگه پا فایده نداره برا دیگه پا فایده نداره سراغ سیا کلیخی برای معامله خود به ولسوالی مگر هر کنی برا این پیار میله کردی نمیاد واشه کاکا مثلا ساعت قسم میخونه پیار تو نفهمیده دیگه نفهمیده اشتری پیار من نمیفهمه من سرکار پیشین من به خونه میام شاید انا مثلا که مثلا بزنی شاید اینه کاکا جیگر سرکم چی میگم همین که این بزده هم شاید من کجا بیارم که بزنی سحنه کی این پیار تو اعصاب خراب شده باشه نمیفهمه اعصاب من کجا خدا قسم اعصاب خراب شده نیه کاکا قسم نخوری نه شما بیایم یک دقیقه بیایم شما این میشه ویدا ایدم سر کار میگه دیرو پیشین اگه من سر کار نبودم بیا که تو شاید بودم همین آدم به سراغ اسیا کلوخی دیروز پیار مر بزده با موتور رادی هم بجسته میگه بجسته حال اگه من بیاردم این میگم نامرد تو چرا همی پیار مر بزدی و بجستی حداقل همی آدم ور میریشتی بالا میکردی یعنی کار خوبیه کاکا جوان چکار میشه میگه دیرو پیشین بوده اگه بزدی باید دیرو پیشین بوده من به سر کار میگم به خدا قسم یک نمیشه که من این سرک نرفت وردا کاکا جو موتور خوب بیا ولسوالی که معامله خو الله فاصله کنه وردا بیا وردا باشه من پیار خودم زنم بیا زنگ زدن فایده نداره فایده من کار میشته ولسوالی فایده نداره لالا زنگ لالا اعصاب عزیزت به جان عبیدن من اعصاب ما خدا اعصاب به جانیه شما بیا نه امی آدم ما پیار مر بزده ما موتور بجست حال ما چی مربوطه به موتور زده پیشین بیده من این ترمینال کار میکنم بگه همین پیشین واید با کجا بیده اگه من پیشین به این منطقه بودم صحیحه چرا مسلمانی ما شما کلمه میگیم این ناسن پیار اعصاب به جان تو میای ناسن میگیری این خوب کاری نیه فایده نداره کاکا جو به ولسوالی مگر بره معامله خور الله فاصله میگه برای الله فاصله کنی یا خدا کی بده همین اون چرا نمیستونی میگم آشا میشه که من مگرم بدیم برارم تاون مار بدیم بس پیام مسلمونی من میگم دیرو ترمینال بسته ما ترمینال کار میکنم این پیشین میگه برزده نه برای 5000 بدیم معامله چرا 5000 بدیم معامله تو شاید نداره شاید ندارم قسم خود به چیز سر دیدم با خدا نرمن عیدی مسلمون نی تو اگه بدی تو اشته نقمیه خوری خانه میندازی نه خوش اگه تو مسلمونی بشی تو اشته میایی که من میگی شیشته خوری خانه میندازی ها برادر نکنی شما کلمه میگی خوشم فکر کنه بره
همین لالا یک اشتباه یک پیش از این شده. بله. حالی همین ما پیدا کردیم سکیل ای خود یک شخص دیگه سکیل دزدی کرده. انا ما رو ببردیم به اوزه بردیم. حالی ای و ما گفته که ما برارام به سر زمینای همه بیاین که بریم. بالاخره شطور دیدی ندیدی سکیل هم میگه به خونه سکیل میدیم یک نفر از اینا بنده میگه. حالی میگه همین آدم برار منه. حالی من نمیفهم که اینا راست میگم یا درست. ها؟ نمیشناسین؟ این لالا هم برار توی اولا؟ این برار کلون منم اینا. اونا چی کارشونه؟ اونا نیام بیشتاری ما. این لالا دیگه؟ اونا هیچی. خب انال یک لطف شما بکنی شما تا به موریسولی خود ما بریم توی اوزه. نه برا ما اصلا از اینجا نیام. از کجا؟ من اینجا خودم میمون آمدم. همین برار شما با موضوع دوزی که با سر هم شد بگید. برار منیه برا ما برار من. اشته ما برار شما برار خور نمیشناسی. ها؟ برار منه. عزیزم همین برار شما تو چرا پس دروغ میگی؟ برار من خاطر موضوع دوزیال روی اینا نمیشه که بگم. خب گپ پینی او شاید او کار کرده با. ما چون نگو تو من نمیام. بیاین خودم چرخ تو موزه بریم. نمیرم برا. نه چرا؟ حالا برین که او رفیق ما بندیه ما را میگیرم. ما گفتم ما برار خور میارم ضمانت کنه. خوب گپ برا پیدا کنیم بریم برا. بریم یک چرخ تو موزه بریم خودم بریم. برا کار ندارم بگو چی کار دارم. گردن شما بند باشه این برار شما نیه. نه برا اسم بلده بگو اسم چیه؟ شمس الدین. خب شمس الدین اسم شما چیه پا؟ اسم فرید احمد. خب فرید احمد و شمس الدین یکیه دیگه برار. بریم برو. لالا اگه خجالت میگه اصلا نمی کسی نمیفهمه شطور دیدی ندیدی. برا من یه چی ادراک برام. برین شما با اونجا گپ میزنیم. تذکر من از یک میخوره. نه مسئله تذکره نیست شاید برار دینی باشی شاید مادر است. شاید مادر از این پیار شما بستونده باشه. این لالا. انا او بزو اندرم برار به تذکره چی کار داره؟ فرق میکنه برا. خب شما یک شرخ تمام موضوع خودی ما بریم. نمیرم برا. چرا نمیری؟ من کار نکنم من نمیشناسم چی کنم. همین برار شما با چرا میگیم؟ نه خود بزو در نزنین دیگه عزیزم. برا منیه برا. اشتباه لالا پیش من سر زده خیر آن ساعت چپات مر بزنه و حالا می رفیق مر بریم نجات دین که اگه اوت باشه مرم میشونم. بریم یک چرخ توزه بریم خودم. پا به کجا میرید دست شما بگید کجا میریم پس؟ بعد میذارم چای میخوریم نه زنده باشین توزه بریم که این موضوع ما معلوم شه. برا. خب برارم همین برار خواهم یک شاستی بکنی که این برار ما اشتباهی بکرده دیگه کار نمیکنه. برار منیه برا ادراک چی شاست کنم. کار چی شاست کنم. خب شاست کنی که می دیگه کار نمیکنه میگم پوتکیه. کنه شما برار شما نه حالا که برار شما نم که میگیم نه بیخی من فکر کنیم برار شما نه. نمیشه مسئولیت داره برا. نداره من مسئولیتش یک شاستی بکنی که برا در دیگه کار نمیکنه. بریم لالا دیگه بریم که دیر میشه. باشه به زورم باشه شما رو میبرم لالا. کار ندارم. نه بریم بریم به زورم بریم لالا بریم. نه به زور چی داره دیگه اگه شما هم البته دست داری. نه برا ما دست ندارم. بریم. خب میگه چرا بیامیدی؟ میگم من بیام. اگه نمیشناسی چرا بیامیدی؟ پس نمیرم دیگه. ها؟ نمیرم دیگه. خب نمیرم نداره دیگه برا شما بریم. اون جگاه که بریم مگه ضمانت کنه که رفیق ما بدر شه. نه ضمانت کردن نمیتونه ضمانت پیا خود خود مکان. انا برار شما ما برار خورده خوردن ضمانت نمیکنه. یارو برای این برا خود ضمانت نمیکنه. برار همین لالا شما ما بیایم اینجا اینا کسی ما چیز برارمه جان همون زر میگین که می برار من میگم گپ پینی شطور دیدی ندیدی ما افشا نمیکنه که بجونده میگم اشتباهی وردیشتی بیده شما بگین لالا دیگه می کار نمیکنه شاست کنه نمیشه کاره ها این کار رو نداره برا چرا نداره رو خب پا بریم همینجا گپ میزنیم بریم با خود شما جور میده همون زرا میریم با میگیم که نیه خب بیاین خودشون همینجا یک دوربین مخفی بیدی کرده بیگ نشین رانده باشه شما بشین فکری شما برا صدا شما ولی ها بچه به جلوی باشده شما بشین شما آشنا صدا شما شناختم شما تلویزیون دیگه به جلوی کسی نشه